ای الله تو خود میبینی امت مرا به سمت جهنم میبرن، امت مرا رها کن. در همین اثنا صدا می آید از بالای عرش ای فرشتگان سخن محبوب مرا گوش کنید، سخن رسول مرا گوش کنید، سخن غمخوار امت را گوش کنید. بیاورین امتش را دوباره سر ترازو بیاورین، دوباره این بنده خدا را می آورن در کنار ترازو استاده می کنن. رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف می آورد در کنار ترازو استاده می شود. این نمی شناسد که رسول الله هست. ما چقدر بی‌وفا هستیم امروز نمی شناسیم. به هر کس وفا کردیم، به هر کس لبیک گفتیم، به هر کس احترام گذاشتیم، سخن هر کس را گوش کردیم، اما یک کسی که سخنش همیشه میشکند محبوب ما رسول الله هست. اینجا استاده می شود. در همین لحظه دوباره عمل این بنده را وزن می کند، باز می بیند که حسناتش و کارهای نیکش سبک می شود. در همین اثنا رسول صلی الله علیه و سلم آستین مبارک خود را دور می کند، یک پاکت و کاغذ از آستین می کشد، این را در ترازوی اعمال این بنده می اندازد. به قدرت پروردگار حسناتش می رود بالا، حسناتش می رود بالا. فرشتگان صدا می زند سعید آدم، سعید آدم و ثقلت موازینه. خوشبخت شد آدم، خوشبخت شد آدم که فرزندش نامه اعمالش گرنگ شد. در همین اسناد دستور داده می شود که این بنده را ببرین به سمت جنت، به سمت بهشت ببرین این را. وقتی فرشتگان می گیرن که این را راهنمایی کنن به سمت جنت، این بنده خدا می گوید یک چند لحظه دست بر اعلا بکن. چی کار داری؟ کی را می خواهی؟ میگه چند لحظه دست بر اعلا بکنی. وقتی دستش را رها میکنن میگه چی میخواهی؟ میآید در نزدیک رسول الله صلی الله علیه و سلم استاد میشود، میگوید قربانت شوم، فدایت شوم، تو چقدر سیمای زیبا داری، تو چقدر اخلاق داری، تو چقدر زیبا صورت هستی، تو کی هستی که امروز هیچ کسی به درد من نخورد، هیچ کس صدای منو نشونید، پدر امروز در کنار من نیست، مادر در کنار من نیست، برادر در کنار من نیست، تو کی هستی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم رو میکند میگه من نمیشناسی؟ تو در دنیا شنیده بودی که محمد است صلی الله علیه و سلم؟ ای امت من رسول الله هستم، من رسول الله هستم صلی الله علیه و سلم. عزیز دل، اینمی پیامبر محبوب و نازنین روز قیامت می آید و قال الرسول یا رب، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول الله صلی الله علیه و سلم صدا میزند که ای پروردگار این امت من قرآن را پشت سر خود انداختند. این کتاب چه کتاب شیرینی است، نه؟ تو بار بار آواز از این را بشنو، بار بار چه زیبایی دارد.